سلام، در خدمتتونیم با تحلیل طلای 18 عیار. درخواست‌ها بسیار بالا بود. میخوام توی این قسمت خیلی سریع و جمع جور یه سری اعداد رو با هم دیگه بررسی کنیم و خدمتتون اعلام بکنیم، چون در موقعیت طلایی خرید طلا به نظر من هستیم. امروز اواخر اردیبهشت ماه هستش و قیمت طلای 18 عیار حوالی 3,300,000 تومان داره ارزش گذاری میشه. دلار هم حوالی 58,000 تومان. توضیحات بیشتر، چون که چارت دلار و طلا خیلی شبیه به هم دیگه است و نوساناتشون خیلی به هم مربوطه، پیشنهاد میکنم حتما تحلیل دلار در سال 1400، یعنی ویدیو قبلی که توی پیجم قرار دادم حتما ببینید اگر میخواید اعدادی که مد نظرمونه برای دلار رو در نظر داشته باشید و بقیه موارد رو حتما اونو کامل ببینید که توی این قسمت که تحلیل طلا هستش به صورت خیلی خلاصه تر میخوایم بررسی کنیم و خیلی از صحبت‌های اضافی رو که توی قسمت قبلی کامل انجامش دادیم و دیگه دوباره تکرار نکنیم. طلای 18 عیار امروز 3,300,000 تومان، موقعیت بسیار عالیه برای خرید، کفای خیلی خوبی رو داره میبینه و منتظر یه رشدی هستیم. از همین نقطه، از همین قیمتی که اصلا الان هست شما میتونید خرید کنید، دیگه نمیخواید ادامه تحلیل ببینید. اما اگر میخواید کلیت کار رو ببینید و ببینید روند به چه شکله و تا کجا میتونه ریزش داشته باشه و بعد چه تارگت هایی رو براش پیش بینی میکنیم در سال 1403، به خصوص در این بازی زمانی کوتاه مدت نیمه اول سال، موقعیت بسیار مناسبیه. خیلی سریع با من همراه باشید، بریم روی چارت رو با هم بررسیش کنیم طلای 18 عیار رو. خب همونطور که بهتون گفتیم چارت دلار و طلا خیلی شبیه به هم، دقیقاً همچین روندی رو داشتیم توی دلار، با هم دیگه بررسی کردیم. قبلا هم یک سیگنال خرید توی این منطقه خدمتتون اعلام کرده بودیم که گفتیم با شکست این خط روند و دوباره اومده پول بک زده و یه رشد خیلی عالی رو داشتیم که توی دلار یه مقدار این منطقه فرسایشی تر بود که میتونست اینجا موقعیت خیلی خوبی باشه، یعنی حوالی 2,350,000 تومان تا به تارگت های بالاتر. خب الان اینجا که دیگه از دست دادیم، در نهایت رسیدیم به سقف تاریخیش، یعنی حوالی 3,900,000 تومان، حتی تا 4,000,000 تومان هم قیمت اعلام شد. حالا دیگه روی این چارتی که زدیم 3,900 بر مبنای همینم بررسی میکنیم و سقف تاریخی رو همون 3,900 در نظرش میگیریم. بعد از اینکه 3,900 رو تاچ کرد و شروع کرد به ریزش و دلار هم به نوبه خودش داره ریزش میکنه، امروز یه اتفاقی افتاد و منتظر این اتفاق موندیم. دقیقاً ابر ایچیموکو همونجوری که می‌بینید واکنش‌های خیلی خوبی رو در قبل هم نسبت به ابر ایچیموکو همیشه داشتیم روی دلار و برای موارد هم این ابر خیلی واکنش خوبی نشون میده. توی این منطقه می‌بینید چقدر واکنش‌های خوبی و بعد از اون فاصله میگیره. معمولاً زیر ابر خیلی فاصله نمیگیره و مدت طولانی هم زیرش نمیمونه. میتونید توی گذشته بازار این اتفاق رو با هم بررسی بکنیم و ببین هر موقع که ابر شکسته میشه و نزدیک اون نوسان میده و در نهایت دوباره به بالای ابر برمیگرده و مدت طولانی‌تری رو اون بالا میبینه، یعنی داره نفسگیری خودش رو زیر ابر انجام میده و بعد هم رشد رو شاهدش هستیم. خب این واکنش‌ها رو که دارید میبینید و در نهایت فاصله بسیار زیادی رو که از ابر گرفت و انتظار ریزش رو بیشتر هم میشد این منطقه داشت با توجه به فاصله که از ابر داشت و این اتفاق هم افتاده. اما نکته از اهمیت، دوباره میاد توی ابر این روند گیر میکنه و این قسمت تاچ میکنه و دوباره ریزش، یه پارگی ابر رو داریم اینجا، دوباره تاچ، یعنی به سقف تاچ میشه، دوباره کف، دوباره سقف و در نهایت از ابر خروج پیدا میکنه. قیمت گذاری توی فردا احتمال اینکه توی این مناطق نوسان بسیار زیادی بده و فاصله خودش رو حفظ بکنه، حوالی انگار کف اولی که میتونه این فاصله رو حفظ بکنه 3,200,000 تومان هست. 3,200,000 تومان عدد بسیار مهمیه و روندم هست و میبینید توی گذشته هم چندین بار تاچ شده و حتی تاچ خیلی مهم داشتیم که ریزش و در نهایت دوباره ادامه رشد داشتیم. پس کف اول رو 3,200 در نظر میگیریم، کف 3,100 رو هم در نظر میتونیم بگیریم. من دیگه نکشیدمش خیلی شلوغ باشه، اعداد روند رو خدمتتون اعلام میکنم چون 10 تومن 20 تومن خیلی توی قیمت طلا به خصوص توی این مبالغ حائز اهمیت نیست. پس 3,200,000، 3,100,000 و در نهایت هم 3,000,000 تومان که احتمالش رو من خیلی کم میدونم که بخواد برسه توی 3,000,000 تومان، ولی 3,000,000 تومان خیلی حائز اهمیت. اگر این دو تا کف شکسته شد با توجه به تاچ هایی که دارید میبینید توی گذشته بازار، خیلی میتونه کف مهمی باشه و چون فاصله بسیار زیادی میگیره احتمال اینکه دوباره بازار از 3,000,000 تومان برگرده هستش. اما در نهایت منطقه بسیار مهمی که میتونیم در نظر بگیریم برای خرید دلار از همین حوالی 3,300,000 تومان تا 3,000,000 تومان هست. شما میتونید به صورت پله‌ای خریدهای سبکتر اینجا و از زیر 3,200,000 به پایین خریدهای سنگین‌تر خودتون رو انجام بدید. توی این منطقه انتظار بازگشت رو داریم و حمایت‌های خوبی میتونه انجام بشه با توجه به تحلیل دلار. این بود جنبندی کلیمون روی چارت و هر آنچه که نیاز بود در مورد طلای 18 عیار از لحاظ تکنیکالی بدونید.
خب کفا رو با همدیگه دیدیم. امروز 3,300,000 تومان، 3,200,000 و در نهایت که 3,000,000 تومان همونطور که گفتم خیلی احتمالش کمه بخواد این کفو ببینه و شما میتونید به صورت پله‌ای از همین مقطع به بعد خریدهای خودتون رو انجام بدید. ابر ایچیموکو کنده شده و امکان داره یه پول بک بزنه و یا نه دوباره کفسازی های قوی تری رو انجام بده برای روند صعودی که در پیش خواهد داشت. این حرفایی که قرار دلار بریزه بشه به 40,000 تومان توی قسمت قبلی یعنی تحلیل دلار گفتم که امکان نداره این اتفاق بیفته. ببینید ما یه سری شاخص‌های اقتصادی داریم، چه اتفاقی توی این شاخص‌های اقتصادی افتاده که قرار تورم کم بشه و خیلی از موارد و شاخص‌های دیگر که اگه بخوایم بررسی کنیم یعنی مثبت شده و اتفاقات مثبتی در حقیقت افتاده، قرار دلار کم بشه. خب تا اون شاخص‌ها رو ما نبینیم نمیتونیم انتظار ریزش دلار رو داشته باشیم. امیدوارم البته اون روز رو ببینیم، چرا که تورم برای هیچ کسی خوب نیست. اما طلا رو با هم دیگه بررسی کردیم، موقعیت‌های بسیار عالیه. امیدوارم خریدهای خوبی رو انجام بدید تا در نهایت اگر اتفاقی بیفته این تحلیل رو حتما براتون آپدیت میکنم. تخصصا روی طلا بسیار کار کردیم، خریدهای خیلی خوبی رو تا حالا انجام دادیم. امیدوارم این قسمت هم بسیار براتون کاربردی و مفید باشه و بتونید خریدهای خیلی خوبی رو انجام بدید تا در نهایت با هم دیگه سود عالی رو ببریم. سود هنوز هم اون قانون‌های مالیاتی البته هنوز تصویب نشده، میتونید به صورت آب شده خریداری کنید. البته یک سری روش‌ها رو حتما تحقیق بکنید در مورد خریدش که گیر این باگ‌های مالیاتی و بقیه موارد، حالا کلک‌هایی که طلا فروش‌ها و بعضی وقتا میزنن و بقیه موارد رو حتما حواستون باشه. ما کلیت طلا رو داریم بررسی می‌کنیم. خیلی سریع خلاصه این قسمت با هم دیگه تحلیلش رو انجام دادیم. امیدوارم براتون کاربردی و مفید واقع شده باشه. آپدیتش رو اگر اتفاق خاصی بیفته روی چارت حتما براتون انجام میدیم. فقط نیازمنده که کانال من سابسکرایب کنید و زنگوله فعال کنید تا آخرین تحلیل‌ها و آپدیت‌هایی که توی پیجم قرار میدیم و شما ببینید. ببخشید خیلی سریع صحبت کردم. امیدوارم هر جای این کره خاکی که دارید زندگی میکنید هر روزتون بهتر از دیروز باشه.